الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان، تماس مستقیم، تریبونی آزاد برای بینندگان عزیزی که دوست دارن در این برنامه مشارکت بکنن، صدایشون رو به گوش بینندگان دیگر برسانن. در مورد موضوعات مختلف میتونید با ما گفتگو بکنید، سوالی، انتقادی، پیشنهادی، نظری در مورد برنامه ها یا سوالات شرعی دارید یا شبهاتی دارید، شبهات مذهبی دارید، خواستن در مورد شبهات روافض، انشاءالله در این برنامه میتونید آزادانه با ما مستقیم تماس بگیرید و نظراتتون رو بیان بکنید. همونطوری که بارها ذکر کردیم، بعضی از عزیزانی هستن که حالا به هر سببی مخالف آرا و نظرات ما هستن، به قول معروف میرن دلشون رو در کامنت ها یخ میکنن. این برنامه زنده است، تلفنم جلوی من هست، کسی دیگری غیر از من تلفن رو جواب نمیده. میتونید که زنگ بزنید و حرف دلتون رو در اینجا بازگو بکنید یا با ما گفتگو بکنید. اولین بیننده‌ای که تماس گرفتن، بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد عزیز، حال شما خوبه؟ سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. استاد جان، هفته گذشته یک تعداد انسان ها زنگ زدم و بسیار سخنهای بی‌انصافانه اشنام های رکیک دادن. استاد اگر شما اجازت بدهید یک دو سخن داشتم به ایشون. بفرمایید. سبحان الله. ببین، در زبان تاجیکی دو مصرع بیت است. یک نقطه بس است اگر شعور است، ورنه که چراغ پیش کور است. به همین افراد دو آیت قرآنی را مثال می‌آورم. یکمش واتقوا الله ان الله شدید العقاب و دویمش ان بطش ربک لشدید. از الله بترسید ای انسان های بی انصاف، از الله بترسید. به این سخنهایی که شما به ایشون گفتید، به استاد انصاری گفتید، شما گمان کردید که آبرو و عزت ایشان را میبرید. افسوس که غافل از آن بودید که آبروی خویش را بردید، آبروی خویش را بودید. در زبان روسی استاد عزیز یک ضرب المثل بسیار جالب است. آواز صدای من پخش میشه؟ بله 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 داره پخش میشه. بله بفرمایید. در زبان روسی یک ضرب المثل بسیار جالب است. روس‌ها میگن که کاروان ایدیوت سباک لاید. سگ عکاس میزند و کاروان میرود. درست. شما اگر چی دشنام هم بدهید ندهید، انشاءالله عزت و آبروی استاد هرگز رفته نخواهد شد. و شما مثل همان سگ‌های هستید که عکاس بزنید و کاروان هرگز مسیر خود را عوض نخواهد کرد و مسیرش را طی خواهد کرد. درست. انشاءالله در قرآن مجید می‌فرماید ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. خوشا به حال انسان هایی که استاد عزیز در دنیا، در زندگانی دنیا
مردانه و مؤمنانه زندگانی کردند و از دنیا نیز مردانه و مؤمنانه رفتند. با اجازه شما استاد عزیز با یک چند مصرع شعر میخواستم سخن خود را خاطر بدهم. بفرمایید. خوشا آنان که با عزت زیگیتی بساطی خی برچیدند و رفتند. خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خویش برچیدند و رفتند. نگردیدند هرگز گرد باطل حقیقت را پسندیدند و رفتند. خوشا آنان که در راه عدالت و خون خویش غلطیدند و رفتند. خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پوشیدند و رفتند. چون نخلی بارور به تنگ دستان ثمر دادند و بخشیدند و رفتند. زی جزر و مد این گرداب حائل سبکباران نترسیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که در این عرصه خاک چو خورشید درخشیدند و رفتند. سلامت باشید استاد. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر شما برادر عزیز. الله مطالب ستان کند. تشکر از این برادر عزیزمان. در اینجا در تایید صحبت‌های شما حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو برایتون بازگو می‌کنم. معاذ بن جبل یکی از صحابه‌های بسیار نوجوان و ذکی و صحابه‌ای بود که احادیث خیلی زیبای اخلاقی رو برای ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند. یک روزی معاذ میاد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه که یا رسول الله اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه و یباعدنی من النار. مرا خبر بده، به من بگو چیکار بکنم که وارد جنت شوم و چیکار بکنم که من رو الله متعال از آتش دوزخ نجات بده. در سوالات صحابه اگر دقت بکنید همتشون خیلی بالا بود. همتشون مثل دنیا و ما فیها، همتشون تا کهکشان ها. به چیزی کمتر از جنت راضی نمی شدن. در حدیث دیگری مثلا یک صحابی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که از من یک چیزی بخواد، یک چیزی بخواد که یک هدیه به تو بدم. این صحابی، حالا شما فکر بکنید مردم این دنیا باشد پول میخواد، مقام میخواد، منصب میخواد. صحابی کمی فکر میکنه، میگه یا رسول الله میخوام رفیقت باشم در بهشت. همت رو ببینید، همت که از فراتر از کهکشان ها. میخوام رفیق تو باشم یا رسول الله در بهشت. بر صورت معاذ عجیب یک چیزی میپرسه. رسول الله صلی الله علیه و سلم عظمت این سوال رو درک میکنن، میگن که لقد سألت عن عظیم، از یک چیز بسیار بزرگی پرسیدی ای معاذ. و انه لیسیر علی من یسره الله علیه، این آسان است برای کسی که اون رو آسان بکنه الله سبحانه و تعالی برایش. تعبد الله لا تشرک به شیئا، الله رو بپرست، به الله شریک نیار. و تقیم الصلاة، نماز رو برپا دار. و تؤتی الزکات، زکات رو بپرداز. و تصوم رمضان، رمضان روزه بگیر. و تحج البیت، حج بیت الله رو انجام بده. ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، ای معاذ میخوای که برای تو در مورد درهای خیر صحبت بکنم، دروازه های خیر. الصوم جنه، روزه گرفتن سپر است، سپر از آتش جهنم. و صدقه تطفی الخطیئه کما یطفی الماء النار، صدقه دادن چنان گناه ها رو خاموش میکنه، از بین میبره، مانند آبی که بالای آتش ریخته بشه.
و صلات الرجل فی جوف اللیل، و نماز خواندن در تاریکی شب، در دل شب. منظور نماز تهجد است. بعد از اون این آیه رو خواندن که الله سبحانه و تعالی در سوره سجده آیه 16 است که می‌فرماید تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. این بندگان نیک الله که در نماز شب رو میخوانند پهلوهایشان از بستر جدا میشد. کنایه از این است که یعنی از بستر جدا میشن، نمیخوابن، پروردگارشان را با بیم و امید میخوانند و از آنچه به آنها الله سبحانه و تعالی روزی داده در راه الله سبحانه و تعالی چیکار میکنن؟ صدقه میدن، انفاق میکنن. حتی بلغ یعملون، یعنی تا آخر آیه رسید. ثم قال الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه. میخوای تو رو در مورد سر همه چیزها، عمود همه چیزها، قله همه چیزها خبر بکنم؟ فرمودن قلت بله یا رسول الله. چرا نه یا رسول الله، بفرمایید. قال رأس الامر الاسلام. سر همه این امور چی است؟ اسلام است. و عموده الصلات، ستونش، ستون این قله بزرگ یا گنبد بزرگ که اسلام هست نماز است. و ذروة سنامه الجهاد، قله این جهاد است. ثم قال الا اخبرك بملاک ذلك كله. میخوای که تو رو به چیزی راهنمایی بکنم که از نیکی هایی که برای تو ذکر کردم، از همه این خوبی ها بهره مند بشی؟ فقلت بله یا رسول، چرا نه یا پیامبر صلی الله علیه و سلم، بفرمایید. فاخذ بلسانه، زبانش رو به دستش گرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال کف علیک هذا، مواظب این باش، اینو نگه دار، اینو کنترل بکن. قلت یا نبی الله و انا لمؤاخذون بما نتکلم فی یا نتکلم به. یا رسول الله مگر ما در مورد همین حرفایی که میزنیم بازخواست میشیم؟ فکر کرد که یعنی تا عمل نکنی، فقط حرف بزنی، این حرفا رو آدم بازخواست نمیشه، مؤاخذه نمیشه. فقال ثکلتك امك وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. ثکلتك امك یعنی خدا تو رو ببخشه، خدا تو رو هدایت بده. یک اصطلاح هست، اصل تحت اللفظی به معنی که مادر تو رو سق بکنه، یعنی یک نوع بددعا نیست، یک نوع تنبیه هست. یعنی ای کاش بدونی، ای کاش میدونستی، میشه به این اصطلاحات ترجمه کرد. مگر غیر از این است که انسان وارد جهنم میشه یا به صورت در آتش انداخته میشه مگر به خاطر همین زبانش هست. این زبان انسان رو میتونه که به اعلی علیین ببره، این زبان میتونه انسان رو به اسفل السافلین ببره و این خیلی مهم است. و الله سبحانه و تعالی در آیه دیگری برای ما بیان میکنه که ولا تخف ما لیس لك به علم. به آنچه که علم نداری حرف نزن، ازش پیروی نکن یا نایست به آن چیزی که تو در موردش علم نداری. ان السمع، گوش تو، شنوایی تو، والبصر، بینایی تو، والفؤاد، قلب تو، کل اولئک کان عنه مسئولا. همه اینها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول هستند، پاسخگو هستند. و چقدر زیبا رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو برای ما بیان میکنن. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. تشکر میکنم از عزیزانی که
پیام دادن. همین آیه‌ای که ذکر کردم به جناب استاد راسخ و به همه کسانی که بر اساس یک ویدیویی، یک حرفی، یک عنوانی حکم صادر میکنن بر علیه انسانها. مثلا در همین 10-15 روز گذشته چقدر کسانی اومدن فقط به خاطر عنوان یک ویدیو، آی شما جاسوس هستید، شما موساد هستید، شما نمیدونم انگلیسی هستید، شما آمریکایی هستید، شما فلان هستید، و حتی 99%شون همون مطالب رو نخوندن، ویدیوها رو ندیدن، همینطوری بر اساس هوا و هوس حکم صادر میکنن. انسان در مقابل همه این حرفایی که میزنه در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول است و پاسخگو است. بله دوستان عزیز، شماره تماس برنامه همونطوری که میدونید شماره واتساپ و تماس مستقیم ما رو دوستان زیرنویس کردن و بعضی از عزیزانی که پیام هایی فرستادن، سوالاتی کردن از طریق واتساپ برنامه، انشالله اونا رو هم پاسخ میدیم. بیننده گرامی بفرمایید. بله، سلام علیکم برادر امساری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلامت زنده باشید. خداوند شما را اجر عظیم نصیب بکنه. زیاد زحمت میکشید و من همیشه تاکید میکنم. برادر، من یک سوال داشتم. کدام روایت، کدام سند اگر باشه که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی شده باشه و او در قرآن کریم چی باشه ذکر به نشده باشه، است تو کدام سندی، کدام روایتی؟ خیلی از احادیث هست که صراحتاً در قرآن کریم در مورد اونها ذکری نشده. در قرآن کریم مجمل ذکر شده. مثلا در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در اوقات معین بر انسانها، بر مؤمنین فرض شده است و به شکل مجمل ذکر شده که از صبحگاه تا ظهر، از شامگاه تا نیمه شب نماز بخوانید در بعضی از آیات. اما دقیقاً اوقات نماز رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث ذکر کردن، با مانند زکات، روزه، حج، شکل نماز خواندن. مثلا در هیچ جایی از قرآن کریم شکل رکوع ذکر نشده. ورکعوا مع الراکعین ذکر شده، با رکوع کنندگان رکوع. اما این رکوع چگونه است رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق احادیث برای ما بیان کردن و اعمال عبادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن، اینها به عنوان سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که از طریق احادیث برای ما نقل شده. و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی است. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى، اینا وحی است که از طرفه. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که پیامبر امر کرده قبول بکنید و آنچه که نهی کرده شما از او دوری بکنید. درست. تشکر. سوال دیگری دارید برادر عزیز؟ نه برادر، خیلی 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 تشکر برادر. تشکر. زنده باشید. سلامت باشین. خداوند شما اجر بزرگ نصیب بکنه. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر از شما برادر. سلام علیکم. بیننده عزیزی سوال عجیبی کردن. گفتن که فرق گذاشتن بین فرزندان خوب و فرزندان عاق، یعنی بعضی پدر و مادرها هستن بین فرزند خوب، فرزندی که نیکی میکنه به پدر و مادر، و فرزندی که عاق است، عاق شده، یا فرزندی که بد است، بد اخلاق است، روش های بدی داره، عادت های زشتی داره، و فرزندی است نیکوکار صالح، فرزندی است گناهکار بد. فرق گذاشتن در بین اینها حکمش چی است؟ ما در مورد فرق گذاشتن در بین فرزندان یک کمی باید در این موضوع مفصلتر صحبت بکنیم. چرا؟ نمیشه که با یک سوال بله فرق بگذارید بله فرق نگذارید آدم جواب بده. اگر فرزندان در یک سطح هستند، در یک سویه هستند،
از نگاه اخلاقی، اجتماعی، مادی. در بین اینها فرق گذاشتن در هدیه دادن، در کمک کردن. پدر زنده است، از مال و داراییش به اونها چیزی ببخشه. در بین اینها باید عدالت رو مراعات بکنه. بنابر حدیثی که در بخاری و مسلم روایت است که نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه از پدرش روایت میکنه که ایشان پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، فرمودن که من قسمتی از مالم رو میخواهم به این فرزندم بدم، به نعمان. یعنی فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم اکل ولدی که نحلت مثله، آیا به همه فرزندانت مثل این داری بهشون هدیه‌ای میدی، کمکی بهشون میکنی؟ قال لا، گفت که نه، فقط میخوام به این بدم. گفتم برگرد و به همه فرزندانت مانند چیزی که به این میدی به همشون بده. یا در روایت دیگه میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که آیا میخوایی من به یک کاری که ظلم است، ستم هست شهادت بدم؟ هرگز این کار رو نمی کنم. و در روایت دیگر میاد که میگه که فرمودن فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، تقوای الهی پیشه کنید و بین فرزندانتان عدالت برقرار بکنید. اگر این عطا و این بخشش در بین فرزندان بنابر مسائل شخصی باشه که در دل پدر و مادر هست، جایز نیست. والله این که دوست دارم به خاطر حالا یک کمی چاپلوستر است، یک کمی بعضی فرزندا خیلی یعنی به پدر و مادرشون بیشتر توجه میکنن، بعضیا به همون اندازه شاید هم بیشتر دوست داشته باشن اما با اون اندازه شاید چاپلوسی نمیکنن، به اون اندازه به اصطلاح توجه نمیکنن. پدر و مادر بیان به این فرزند اولی یک چیزی رو ببخشن به دیگری ندن، این جایز نیست. همه علما بر این عقیده هستن که در هدیه دادن، در کمک کردن، انسان باید بین فرزندانش عدالت و مساوات را برقرار بکنه. اما یک فرزندی از پول داره، بعضی زندگیش هم خوبه، یکی دیگه از فقیر است. آیا پدر و مادر می توانند به اون که فقیر و تنگ دست است کمک بکنن از مال و دارایی خودشان در وقت حیاتشان؟ بله، چرا نه؟ می توانند این کارو بکنن. فرزند دیگری است، فرزند بدکاری است، فرزند عاق است، فرزند که مبتلا شده به گناه و معصیت. مثلا پولی که پدر مادر بهش بدن شاید بره به وسیله این پول زنا بکنه، قمار بزنه، شراب بخوره. آیا به این گونه فرزند مساویانه مانند فرزند صالح کمک کردن درست است؟ نه خیر، درست نیست. اگر این کمکی که تو میکنی به شرط این که سبب اصلاح او نشه، بگه که مثلا پدرش بگه که من برای تو کمک میکنم به شرط این که این عادتهای زشت رو کنار بگذاری. اگر قبول کرد و واقعا توبه کرد و این عادتها رو کنار گذاشت و یا این که این کمک پدر مادر سبب شد که از این عادتهای زشت دست برداره، در اون صورت مشکلی نیست که پدر مادر به اون کمک بکنه. اما نه، قابل اصلاح نیست و هر کمکی که بهش بشه بره در راه معصیت و گناه خرج بکنه، در اون صورت پدر مادر نباید که به همچین فرزندی کمک بکنن. در هر صورت کمک باید به منظور هدایت، اصلاح و به خاطر تقوا و پرهیزگاری باشد، نه به خاطر هوا و هوس. یعنی این رو باید خود یک پدر و مادر تشخیص بدن که این کمکی دارن میکنن هدفش چی است. در هر عملی که در او هوا و هوس یا مسائل شخصی باشه جایز نیست. خیلی از علما فرزندی که عاق است، فرزندی که عاق پدر و مادر هست، فرزندی که مبتلا به گناه و معصیت هست و با کمک کردن و عدالت کردن در بین فرزندان هدایتش ممکن نیست، در این صورت در اینجا عدالت بین فرزندان رو شرط نمیدانن و فرزندی که عاق باشه، فرزندی که
فاسق باشه. و بر صورت اکثر علما رأیشون بر این است که اگر این عدالت کردن و کمک کردن به فرزندان سبب رجوعشون به سوی دین نمیشه، نباید که در بینشان عدالت برقرار بشه. اما بعد از مرگ نه فرزندان و نه هیچ کسی دیگر حق ندارد که بر اساس اخلاق و روش و رفتار در میراث فرزندان فرق بگذارد. مثلا در تاجیکستان یک اعتقادی هست در بین مردم مشهور شده، در بعض از مناطق افغانستان هم هست، فرزند کوچکتر عادتاً پدر و مادر پیش او زندگی میکنن و بعد از اینکه پدر و مادر میمیره، میراثخور یا صاحب خانه و میراث پدر و مادر همین فرزندی میشه که یا فرزند کوچیک است یا بزرگ است یا هر کسی که است که پدر و مادر در خانه او زندگی کردن. این که تو پدر و مادرتو در خانه خودت نگه داشتی، احترامشان را کردی، خدمتشان را کردی، این وظیفه است، وظیفه همه فرزندان است. اما تو که کردی، این نیکی است. پاداش این نیکیت رو خراب نکن. این خیلی پاداش بزرگی است در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله سبحانه و تعالی متصل عبادت الله سبحانه و تعالی، پرستش الله سبحانه و تعالی، احسان به پدر و مادر را ذکر میکنه، چون به خاطر عظمت این کار، این ثواب بزرگ و این عظمت بزرگ رو تو به وسیله خوردن مال حرام خرابش نکن. چون که این مالی که از پدر به میراث مونده و تو آمدی صاحب شدی، این مال حرام است. تا وقتی که در بین همه فرزندانش تقسیم نشده باشه، در بین همسرانش و فرزندانش و کسانی که مستحق میراث او هستند تقسیم نشده باشه، برای تو حرام است که از او استفاده بکنیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که یک وجب از زمینی رو به ناحق غصب بکنه و خوردن میراث برادران و خواهران و مادر، این حرام است، جایز نیست، این غصب است. غصب بکنه، همین زمین با تمام طبقاتش، فکر کنید تا مرکز زمین همینطور برش داده میشه، طوق گردنش میشه و در جهنم با همین وزن میگرده و عذاب میشه. به خاطر همین باید در قضیه میراث دقت بکنن فرزندان و بنابر دلایلی که والا من پدر مادرم رو نگه داشتم، من پدر مادرم کمک کردم، من اونا رو علاج کردم، من اونا رو فلان کردم، حق نداره که از میراث اونها بیشتر از آن چیزی که در شریعت برای او تعیین شده است رو بگیره. بیننده عزیز دیگری سوالی پرسیدن که دعا بعد از نماز به شکل دست جمعی یا اصلا دعا کردن بعد از نماز حکمش چی است؟ برای پاسخ به این سوال میریم اول به سراغ آیه قرآن کریم که الله سبحانه و تعالی به ما چی امر میکنه. میگه که وقتی که نمازتون تمام شد دعا بکنید، بلند شید برید خونه هاتون، ذکر بکنید، چیکار بکنید؟ میریم به آیه 103 سوره نساء. دوستان اگر این آیه رو نشان بدید، در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. وقتی که نماز را به پایان رساندید، نماز را ادا کردید، فاذكروا الله، ذکر الله را بکنید. نگفته که وقتی که نماز رو خواندید ادعوا الله، میبخشید، نگفته که بعد از نماز دعا بکنید، گفته بعد از نماز ذکر بکنید. و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم من در یکی از برنامه ها خدمت شما اپلیکیشنی به نام المصلی رو نشون دادم. دوستان عزیز اگر بتونن لینکش رو بگذارن، میتونید هم در آیفون هم در تلفن‌هایی که سیستم اندروید داره اونا رو دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. در اذکار نماز آنچه که در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم
آمده در احادیث صحیح علما برای ما بیان کردن. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی میفرماید که فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. بعد از این که نماز رو به پایان رساندید ذکر الله رو بکنید. ذکر الله سبحانه و تعالی به این شکل است که بعد از نماز به مجرد این که سلام دادید السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، چی میگید؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. 3 بار این رو میگید. بعد از اون میگید که اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. این از جمله اذکاری است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما در احادیث صحیح ثابت شده است. بعد از اون میگیم که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این در احادیث صحیح برای ما ثابت شده است. همچنین گفته میشه که بعد از نماز این ذکر رو بکنیم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. در بعضی از روایات آمده لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو على كل شيء قدیر. هر دو تاشو بگید، جایز است. در احادیث آمده لا حول ولا قوة الا بالله. امین لا حول ولا قوة الا بالله یکی از اذکار بسیار بزرگی است که همیشه باید انسان این رو بگه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصین له الدین ولو كره الكافرون. بعد از اون 33 بار سبحان الله گفتن. با بعضیا با تسبیح، با بعضیا مثلا با یک نوع انگشترهای جدید به شکل تسبیح هست درست شده، بعضیا با تلفن. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست است به این شکل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 2 بار که این رو انجام بدید چند میشه؟ 30 تا میشه. 3 تا دیگه اضافه میکنید 33 تا. بعد از اون الحمدلله میگید 33 بار. بعد از اون الله اکبر میگید 33 بار. در بعضی از روایات الله اکبر 34 بار است. بعد از اون لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی كل شیء قدیر. بعد از اون 1 بار قل هو الله احد رو میخونید، 1 بار قل اعوذ برب الناس رو میخونید، قل اعوذ برب الفلق رو میخونید، 1 بار قل اعوذ برب الناس رو میخونید، 1 بار هم آیت الکرسی رو میخونید. و بعد از اون اللهم اینی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. این از جمله روایاتی است که آمده. خود این هم ذکر است و هم دعاست. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک اللهم اغفر لما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما اسرفت و ما انت عالم به منی انت المقدم و انت المؤخر لا اله الا انت. اینا دعایی است که اذکاری است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده. سبحانك اللهم و بحمدك لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. بعد از اون الله اکبر و کبیرا عدد الشفع والوتر و کلمات الله التامات طیبات المبارکات 3 بار گفته میشه. بعد از اون لا اله الا الله و عدد الشفع والوتر و کلمات الله التامات طیبات المبارکات 3 بار گفته میشه. و بعد از اون درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و بهترین درود ابراهیمی است، همون که در تشهد در نماز خوانده میشه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. اینا اذکاری است که بعد از نماز بنابر آیه صریح قرآن کریم که الله متعال به ما امر کرده که بعد از پایان نماز ذکر الله سبحانه و تعالی رو بکنیم. چون نماز خودش دعاست، از اول نماز تا آخر نماز دعاست. بهترین مکان دعا در نماز کجا هست؟ در سجده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که نزدیکترین موضعی که انسان به الله سبحانه و تعالی بیشتر از همه جا نزدیک میباشه کجاست؟ در حالت سجده کردن است. بعد از اینکه سبحان ربی الاعلی و بحمده سبحان ربی الاعلی و بحمده سبحان ربی الاعلی و بحمده 3 بار گفتید، بعد از اون دلتون هر دعایی که میخواهید بکنید،
هر چقدر که میخواهید طولانی بکنید سجدتون. هر دعایی که میخواهید بکنید در این وقت. یکی از مواضعی است که دعا درش مستجاب میشه. اما بعد از اینکه سلام دادید مکان ذکر است، همانطوری که الله سبحانه و تعالی امر کرده. و در حدیث صحیح، در احادیث زیادی است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. بعد از اینکه نماز رو تمام میکردن 3 بار استغفار میکردن. قال اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. این رو در احادیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردن. و همه این اذکاری رو که خدمت شما ذکر کردم، همه اینها طبق احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شده است. بله، احادیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام دعا دستاشون رو بلند می‌کردن. اما هیچ کدام از این احادیث صحیح در این که بعد از نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم به شکل دست جمعی دعا کرده باشند و با صدای بلند، این در هیچ حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. اما بین اذان و اقامه از اوقات استجابت دعاست. دل دستتو تا چقدر اندازه‌ای که میخوای بالا بگیر، دعا بکن. هر دعایی که میخوای بکن. وقت استجابت دعاست. قبل از طلوع آفتاب، قبل از غروب آفتاب، در ماشین هستی، در محل کار هستی، در خانه هستی، در هر جایی که هستی، لحظاتی 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از غروب آفتاب یا بعد از اینکه نماز صبح رو خواندی، از کارتو انجام دادی، نزدیک نماز اشراق که میشه 5 دقیقه به طلوع آفتاب مانده باشه، وقتی است که انسان دستانش رو بلند بکنه دعا بکنه. در روز جمعه، طول روز جمعه میتوانید بین 2 خطبه، در لحظات پایانی روز جمعه، مثلا امروز، لحظات پایانی امروز یکی از اوقات استجابت دعاست. دستتو بلند بگیر، یک گوشه بشین رو به قبله تا دلت میخواد دعا بکن. بعضی فکر میکنن که والا فلانی سلفی است، وهابی است، مخالف دست بالا کردن است، مخالف دعا کردن است. هیچ کس مخالف دعا کردن نیست. دعا کردن یک عبادت است و هر عبادتی رو که ما میخوایم انجام بدیم 2 شرط در این عبادت، یا 3 شرط، یا 2 شرط مهم و 3 شرط وجود داره. شرط اول این است که خالصانه برای الله سبحانه و تعالی باشه. الله سبحانه و تعالی میگه که الله سبحانه و تعالی رو در دعا بخوانید خالصانه، فقط از الله بخواهید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط از الله سبحانه و تعالی بخواهید، خاص برای الله سبحانه. شرط دوم این است که مطابق با شریعت باشه، مطابق با قرآن و سنت باشه. عبادت، امر عبادت امری است توقیفی، به این معنی که عبادت رو تو خودت از دل خود نمیتونی انجام بدی. ورزش رو میتونی از دل خود انجام بدی، کتاب خوانی، پیاده روی، هر سیاحت، تجارت، بقیه کارها رو میتونی خودت در او نوآوری داشته باشی. تنها عملی که نوآوری در آن ممنوع است، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در امور عبادی که ما تعیین کرده ایم نوآوری بکند، برمیگرده به خودش. پس در امور عبادی مطابق بودن با امر الله و رسول شرط است. نه عبادت اختراع میکنی، نه عبادت رو تغییر میدی، نه در عبادت نوآوری میکنی. عبادت را آنچه که الله و رسول در روایات صحیح و در آیات صریح قرآن بیان شده به اون شکل انسان باید انجام بده. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاكم الله خیر. براتون میگم استاد عزیز الله تعالی سلامت باشید. دنیا و آخرت نصیب شما بگردم. زنده باشید. نصیب شما همچنان.
آمدیم صاحب، آمدیم در خدمت زیادی یک گروهی هست که ما مردم پیدا شده افغانان ما خصوصا زیاد تعداد زیاد داریم ما بله. باور بالا کنید مسئله امی ایران و مسئله اسرائیل سر یا حتی دعوتگراش اینمی تو دیدیم که بعد 180 درجه استاد از تغییر کردن هیچ رقم مردم هستیم ما شو امی اگر نیست از امیر پیدا کنید استاد عزیز که شو میگه مسلمان از روز کافر ما همین مردم ما دیدیم و خدا نمیدونیم 10 روز 5 روز یعنی چقدر یاد در تغییرات و در تحولات هستن در تحول دمی بیشی میتو 180 درجه ما راه زیاد میتو گم است یعنی دعوتگر به نام دعوتگر بیست شما راجع به پرستی و انسان پرستی و بت پرستی و کفر پرستی و کفر پرستی که بزنید میان از سری دعوتگر ما سر من میفهمی چه رقم کلا دارن چه رقم یا درس خواندن در کجا یا درس خواندن در کجا یا یه همی چه میگم اسناد تحصیلات خود گرفتن یعنی یه قدر یا سبیشون کم است درک کردن نمیتونه که شما چی میگید استاد عزیز درباره قبل انسان پرستی پرستی گروه پرستی دنیا را تباه کرد افغانستان را تباه کردین تنظیم‌های ششگانه و دهگانه استاد عزیز با پیش چشم ما شما شاهد هستیم تاریخ هستیم یعنی افغانستان را برباد و تباه و نیست نابود نکردن با آخر طالب پیدا شد که یک گروه دیگه مرا سنجید بین خود مردمای معقول و عاقل و دانا بودن که این تنظیم‌ها خیانت و جنایت و دزدی و بداخلاقی و چی فجایعی بود در افغانستان انجام دادن ولی همین گروه سومی اومد همین مردم همین افغانستان را همین حالت نجات داد ولی این مردم دعوتگران میارن سر پیغمبران سر دعوتگران سر پیغمبران شهادت شد ما دو بر قدرت شکست دادیم کجا بر قدرت شکست دادیم تنها تو حزب تو دا یک کمی خجالت بکشی وقتی که رهبر بلد علیه امام بخاری رحمت الله علیه میخیده به امام بخاری باید از بین بره و نفرش بنام امین کریم است یک بیسواد جاهل و او در رژیم خود ساز از این در فیسبوک که بنام زوم معظم و معزز نمیفهم یا خدای دیگه گلبودین جور کنن یا در زوم میگه که ما جهاد ما مبارزه ما در افغانستان باید شروع کنیم بنام کریم امین است چه برای آدم از نمیفهم گلبودین پرست هستن درست این میگه بر ضد احادیث باید ما جهاد خود شروع کنیم در افغانستان با این اندازه یا به سواد جاهل ناگهان حکمت هستن یک روز دعوتگر در جرمنی 50 سال شد آمدی یک روز سر بودر یک برنامه گرفتی تو را خدا بشرمونه رانده خدا و رسول شدی یک روز برای برنامه علی بودر دمی گلبودی تو برنامه گرفتی که برای گلبودی خرابی سوا کرده چرا نمیگه شما گلبودی پرستان مساجد شما بند انداختید استرالیا و در جرمنی در همه جای شما آمده گلبودی پرستان رو مساجد بند انداخته نماز خوش سر را واقعی است یا کسی که روی حدیث صحیح بخاری باید غیر قابل ناشر از بایتی از بین برود بید ما باور به این نداریم تمام علمی زدنا و کندنا و بین برانی ها تمام امروز حادثاتی که میبینی استاد دلیل نگه از صحیح بخورید یعنی بلبلی به زمان خود در زوم مبارکش و شما استازا ششتگی دعوتگرا یک کمی خجالت بکشید پیش خدا را فریستید فانش کامه پیش امهات المؤمنین پیش صحابه پیش اجا چی جواب در پیش امام بخاری رحمت الله علیه پیش امروز از روافض رفتید در دامن روافض والا اینطور است روافض اینطور است زد اسرائیل زد امریکا را بلند خوش خدا کنه که دیگر بخورن ولی سیویش شما تشدید استاد محترم که باید مسلمان ها کدام جهت کدام راه را بگیرن و اینجا هیچ درک نداره هیچ فهم و دانش علم و بصایت نداره که یا چی کنن سه و شما را برعکس گفتان حرفایتان میشنوم ما با این خاطر چیخ و فریاد میزنیم که اوست دعوتگر تلویزیون تا بند کن به نام دعوتگر امروز مردم گمراه کرده امروز آمده بدن از روافض ذاتی روز از به نام یک امام شهید در الازهر بود کافر و مرتد میگفتیم به نام سلفی میگفتیم که خدمات دادن اخوان المسلمین از بین بود امروز شد تاریخ داریم یک روز کافر یک روز شب کافر روز مسلمان چی رقم اندیشه و عقیده از شما مردم گمراه میکنه از خدا بترسه این دعوت این تلویزیون رو بسته کنه ما چاپلوسی و بدبختی نمیدیم استاد عزیز همیشه حق نگم نکنه بود پرستی نکنه انسان پرستی نکنه جنایت کردن پس از دیگه 50-60 سال افغانستان با نابودی کشان امروز چقدر مردم
گمراه بیراه و کافر در غرب شرق شدن، از دست شما تنظیم‌ها شدن. چرا توبه نمی‌کنید؟ چرا تنظیم فلسطین بحث نمی‌کنید؟ آیه همین استاد 66 65 67 اگر شما از سوره الاحزابش همین تشریح و توضیح کنید، بازم جزاکم الله خیر از اینکه ما استفاده میشه. یعنی حالت ما به خاطر الله متعال باور کنید آنقدر یا فهم و درک از یا ضعیف است، آنقدر دانش بینش از یا ضعیف است که من خجالت بکشم. ولی نیاز خجالت نمیکشی گلبدین پرستا. توبه کنید، پیش خدا میگه در جهنم جای شماست. از روابط شما دفاع میکنید، از صوفیای کرتکی و قدر پرستان شما دفاع میکنید، از تمام جنایتکاران و بدبختیاشون همین بان پرستی و از پرستی توبه کنید، خلاص کنید. خلاص شما هستن تا چه وقت شما پرستی میکنید؟ دعوتگر هستید در بزرگ جور که ابا به غذا فامیلی از پول پایسیز ملت بیچاره همون تمام گلبدین تمام رهبر اتهامات تصمیم هم شرق شد، هم غرب، هم به کمونستان تسلیم شد. مسعود بردش در کلاب، از کلاب بردش در ایران. پس دوباره آمد ما گفتا که اگر خارجی باشد افغانستان ما نه افغانستان پس دوباره در اشغال امریکایی‌ها آمد تسلیم شد نشد. ما نمیگیره، حقوق نمیگیره، خدا انتخاب نکرد. مغز و فکر شما گذاشت چرا فکر شما کار نمیکنه؟ دو هم از قدرت در طلاق گلبدی شکست دادن. با شکست چی کرد؟ نتیجه چی شد؟ اما شهر کابل به خاک و خون شد. یک دولت قانونی شرعی سازماندهی که پروفسور الازهر بود، تحصیل یافته بود، آمد مقابل از مقاومت کرد و یک مذهبی فروش لعنتی از خود کرد. او علیه مسعود زن نمی دولت اسلامی تکه تکه و برباد کرد. همه سر ناکامی‌ها و بدبختی‌ها و جرم و جرایم انداخت سر مسعود هم بیچاره دنیا را. ما دفاع نمی‌کنم، من حق نمی‌کنم. در مقابل یک دولت اسلامی بغاوت کردن از نظر اسلام و از نظر شریعت چیست؟ و عمل بغاوتی تو گلبدین کردی، تو بدبختی من ملت ساختی، مجاهدین تو ناکام ساختی، تو گلبدین. و عمل داخل هم علیه امام بخاری رحمت الله علیه که دومین کتاب در نزد ما مسلمان بعد از قرآن عظیم الشان است، گفتی کتاب باید از بین برود. چطور این مسلمانی از کجا مانده؟ و شب معراج محمد صلی الله علیه و سلم میگه ما عقیده ندارم، فکرم عقلم کار نمیکنه. گلبدین سر میگه تو کجا را خوانده است؟ کدام پانتون تو گلبدین نعمتیار فارغ شده است؟ کدام پانتون اسلامی؟ جز جنگ، بدبختی، ترور، وحشت. چجوری ترین انسان‌ها تو ترور کردی؟ تو خبیث. خدا لعنتت کنه، خدا نابودت کنه، خدا دار دستت به عذاب الهی در دنیا و آخرت گرفتار کنه. شرم کنی از طرف، حیا کنی از طرف، از خدا بترسه، خدا را پرستش کنه. نه گلبدین جنایتکار و قاتل و ملحد و قرآنیون است. امروز از ملحدین بدتر شده او، از کافرین بدتر شده، از کمونستان را سمیت در جنایت. چطور دفاع میکنید؟ بنهای دعوتگر و ساده با قرآن درست میگه یا چقدر بی‌سواد، چقدر بی‌سواد هستن یا نه انصاری تو گفت انصاری صرف همه بخوره شما گلبدین پرستاران. انصاری نرواری با غیرت می از قرآن و سنت برد. بیا اگر مرد هستی بیا مناظره کن کتیش. اگر مرد هستی استاد تا چه وقتی دو توهین تحقیر، تا چه وقتی که راهشان جهتشان عقیدهشان معلوم نه، عقیده بیادتی ما مردار دیگه شان مردار تا چه وقت استاد هستی ما اکرام برد داشتیم با 20 سال 15 سال کدید در سنگر بودیم. ولی وقتی که در مقابل بیا احترامی و گستاخی گلبدین تو یک برنامه نگرفتی، نگفتی که گلبدین در اینجا خطا کرده، ما وقت تحقیق کردم. چه خطا کردیم؟ تو استاد نیستی، تو یک مفتن هستی، یک منافق هستی. در آخرت ما میبینی که در آخرت در کدام طرف جهنم تو را کش میکنم. و این اندازه گستاخی در مقابل احادیث صحیح محمد صلی الله علیه و سلم بخیزه و در غالب تروریست آدم کش قاتل بدنام بخیزه به امام بخاری کیست؟ من عقل چی عقل گندش که تو چی هست؟ تو عقل اگر میداشتی مردمت نمیکشتی، جنایت نمیکنی، بغاوت نمیکنی. استاد از این خداورسی مردم ها از این ساعت هستن، فطرت هستن، بی سواد هستن که با خدا برنامه روی کمونستانی هست سفید کردن در جنایت، در دروغ و در منافقت. شرم کنی از را حیا کنی. جوز بی سفید 70 سال هستی. گفتی اگر یک آدم گفت کسی که همون 60 ما افغانان و میشه دور از مردم خوبش گفت دیوانه میشن. آن ما میبینیم واقعا شما دیوانه شدی.
از روافض تو دفاع میکنی، از صوفیه غالی تو دفاع میکنی، از تروریست تو دفاع میکنی، از قرآنیون تو دفاع. رای تو چی هست؟ رای تو چی دعوت کرد؟ رای اهل صراط المستقیم قرآن و سنت تو ندارید. رای قرآن از اخوانی که جرأت آورد 50 سال است که جنایت در کل کشورها سیل و بهار عرب چه رقم مساعد از به شکست چه رقم مردم رو تکت و پارچه کردن که دیگر 3000 نفر صدوان از بین مصر رفت. خب چرا مردم از این زد اخوان شدن؟ چرا شدن؟ دلیلش چیست؟ اخوان در ترازوی عدالت کدام عدالت؟ کدام عدالت؟ از دین عقیده تا تیر است. امروز در رهبرتان پیشوایتان امروز امامتان فامیل امروز خامنه‌ای زندیق کافر مرتد مشرک گرفتیم و او هنیه از چیز و رهبر اخوانتان برای جنازه ش نخوند، یک مشرک جنازه ش خوند. انا لله و انا الیه راجعون. یک کمی شرم کنی، خجالت بکشی. مشرک سوپر مشرک رافضیه که شب و روز با محمد صلی الله علیه و سلم و صحابه دو دشنا میزنن، او جنازه رهبر اخوان المسلمین خواندن. از این که در زلت و خالی هست که استاد عزیز. درست. تشکر از شما برادر عزیز. هیچ کی نکنه. استاد عزیز من به این میگم با خدا میگم چرا که افغانان گمراه بدبخته، چرا بی علم و بی سواد و بی دانش هستن، چرا برنامه رو درست دقیق نمیشنون. همین برنامه استاد دقیق یک 5 دقیقه بشنو بدون تعصب بدون عقده و بدون از اینکه تو تعریفی نشان بدید. همین بشنو که همین چی میگه درباره چی هست. نمیشنون، فقط شروع میکنه خونی تو شد یادو که امثالی تو چی هستی؟ 50 سال در جرمنی شب رو بعد پول پیسه ما در مسجد رفتی برای پیسه جمع داری. انصاری خود چی بکنه دیگه؟ این حقیقت همه قرآن و مردم بیدار مقمار دو دشنام از طرف روافض از طرف صوفی از طرف زواب همه زواب دشنام شد ببین داده. چرا قرآن اکثریت ها گفته فاسقون، اکثریت لا یؤمنون، اکثریت ها گفته مفسدین هستن، اکثریت لا یعلمون، علم نداره. وقتی که او اکثریت مالای امروز دفاع از اخوان المسلمین کجا میکنه؟ مردم افغانستان میگه امروز دفاع از روافض نکنید. اکثریت دعوتگرا صرف دفاع او روافض او ایرانی توش او ایران او از برای خدا دین عقیده کجا رفت؟ نه از او جنایتکار رو قاتل کن، نه از او سیروریست تروریست بکن، از هیچ کدامش نکن. درست. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب استان کنه. با خدای من بنیشی من از این جهالت افغانان با خدا من را گریان میگیرم که شب مسلمان روز کافر میشن. چه رقم نظر است، چه رقم عقیده است، چه رقم اندیشه است، چه رقم تربیت در خانواده شدن دیا. همین تلویزیون گرفتن یک شبکه دیگه هرچی که دون چالا گفت قرآن میکشن میان اصلا تروریست. علی محمد صلی الله علیه و سلم تو گفت صحابه را میان از این تروریستای امروز جنایتکارای که دستشون با خون مردم تا گلول از هر کسی ها را میان با صحابه برابری میکنن. سوی چه رقم اندیشه ها فکر چه رقم میدیم است استاد عزیز. درست. بازم سوال استاد عزیز که همین حدیث محمد صلی الله علیه و سلم که شب مسلمان از روز کافر و همچنین آیه 65 و 66 و 67 سوره الاحزاب و قبیل تشریح و توضیح بدیم ان شاء الله تعالی. بازم جزاکم الله خیر استاد عزیز. زنده باشید. سلامت باشید. هر کس که بدخواه تو است، هر کس که در خیلی مستقیم است، هر کس که تو رو توهین میکنه، هر کس که نمیفهمد درک ناقص و قلیل دارن، اما اندیشی دارن نمیفهمم، فکر دارن نمیفهمم، اما توضیح و تشریح دارن نمیفهمم. خداوند اما ادعای اول ادعایش میده اگر نمیشه نابودش بکردن، صبحانهش نبود گنگ بگردانی. سواد پیدا کنی، یک ذره تفکر کنی، یک ذره محقق باشی، نه اینکه مقلد باشی. چرا این ملت ما مقلد است قدر استاد عزیز؟ زنده باشید برادر عزیز. تشکر از شما. الله مطالب استان کنه. سلامت باشید. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. تشکر از شما برادر عزیز. در مورد آیاتی که ذکر کردن، الله سبحانه و تعالی وقتی که اهل جهنم رو بیان میکنه در موردشان وضعیت اونها رو، میگه که خالدین فیها ابدا، در آنجا جاویدان در آتش جهنم هستند. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، در اونجا هیچ یار و همدمی را پیدا نمی کنند. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. وقتی که در اونجا در بین آتش میچرخن و خلاصه در اونجا عذاب میبینن، میگن ای کاش الله رو اطاعت میکردیم، ای کاش رسول الله رو اطاعت میکردیم.
الله سبحانه و تعالی یک منهجی رو برای ما بیان میکنه در قرآن کریم و ما رو بر اساس این در همه امور زندگی ما این گونه ارشاد میکنه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از الله اطاعت بکنید و از رسول اطاعت بکنید. و در اینجا برای اولوالامر اطاعت نمیاره. چرا که اطاعت از اولوالامر، حالا اولوالامر رئیس حزبت هست، اولوالامر رئیس جمهورت هست، پادشاهت هست، شیخت هست، هر کسی که هست، اطاعت از او بر اساس اطاعت او از قرآن و سنت است. اگر قال الله و قال رسول گفت ازش اطاعت میکنی، اما اگر قال فلان و قال علان گفت یا از شکم خودش چیزی گفت، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. اگر با او در مسئله‌ای که مثلا نظر شخصی خودش رو بیان میکنه به مشکلی برخوردید، برگردید به الله و رسول. متاسفانه یکی از بدبختی‌های امت ما این است که تعصب در مذهب، تعصب در شخصیت ها، تعصب در امور سیاسی. رهبر که اگر هر غلطی کرد، هر اشتباهی کرد بدون چون و چرا باید قبول بکنن و این غلط است. این دقیقاً وضعیت همان اهل جهنم است که بعد از این آیه دوم دوستان اگر ببینن میگه که و قالوا و گفتند، امین کیا؟ امین کسایی که در جهنم این گونه عذاب میدیدن میگفتن ای کاش از الله و رسول اطاعت می‌کردیم. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. ما از آقایانمان، از سردارانمان، از رهبرانمان، از اونها اطاعت کردیم، از بزرگانمان اطاعت کردیم. فاضلون السبیل، ما رو چی کردن؟ از راه گمراه کردن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. ای الله، ای پروردگار، تو اینها رو 2 برابر ما عذاب بکن. همینایی که امروز رهبرشان رو میپرستن، به جای الله میپرستن. واقعا یعنی پرستش تنها این نیست که تو بری به کسی سجده بکنی. وقتی که آیه نازل شد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، عدی ابن حاتم یکی از صحابه بود، اصلا مسیحی بود، مسلمان شده بود، پسر همون حاتم طایی. آمد گفت یا رسول الله، الله متعال در اینجا میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. مسیحیان کشیش‌های خود را، علمای خود را خدایانی غیر از خدا گرفتن. اربابا من دون الله، خدایانی غیر از خدا، یعنی پروردگارهایی گرفتن، خدایانی غیر از الله سبحانه و تعالی. ما همچین کاری نمی کردیم. حدیث صحیح است. ما همچین کاری نمی کردیم یا رسول الله. چرا الله متعال این گونه آیه نازل کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جوابش گفتن آیا اگر یک چیز رو حلال می‌کردن شما حلال نمی‌کردین؟ گفت که چرا این کارو می‌کردیم. اگر یک چیزی رو حلالی رو حرام می‌کردن از اونها پیروی نمی‌کردید؟ کمی فکر کرد و بله این کارو می‌کردیم. گفت خب همین است، عبادت همین است. کسی که حکم الله و رسول رو به خاطر حکم رهبر، به خاطر رأی و نظر حزب و تنظیم کنار بگذاره، که او داره اون رو عبادت میکنه و این انسان مشرک است. این یکی از انواع شرک است. متاسفانه این شخصیت پرستی و این حزب پرستی، این تعصبات سیاسی، تعصبات شخصی، سمتی، زبانی، جنسی، اینا همه سبب میشه که انسانها از اهل جهنم بشن. تعصب، اصلا منشأ تعصب ابلیس است. وقتی که الله متعال به ابلیس میگه که چرا سجده نکردی به آدم؟ گفت که خلقتنی من النار و خلقته من الطین. تعصب نژادی. گفت من از آتش آفریده شدم، تو اون از خاک آفریدی، من برترم، من چرا به اون سجده بکنم؟ امروز متاسفانه مردم ما به حدی رسیدن که اگر رهبر بگه که شیر سیاس، میگن سیاس. اگر رهبر بگه که روز شب است، میگن بله شب است، جناب حضرت فلان گفته. و این
انسان رو به گمراهی میکشانه و نباید یک انسان مسلمان این گونه باشه. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشرف مخلوقات، خاتم الانبیا، این پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که به ما بیان میکنن در مورد محبت مسلمان ها به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و میبینن که بعضیا دارن در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم غلو میکنن، افراط میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها چی میگن؟ میگن که ای مردم، در مورد من هر چی که میگید بگید، اما شیطان شما را فریب ندهد. در حق من غلو نکنید، افراط نکنید. انا محمد عبدالله و رسوله، من محمد بنده الله و رسول او هستم. ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی الله عز وجل، نمیخواهم مرا بالاتر از آن منزله‌ای برسانید که الله سبحانه و تعالی مرا رسانده است. بنده خدا و رسول الله، بس. و در جای دیگری میفرمایند که ولا تطرونی، یعنی در حد من غلو نکنید، تجاوز نکنید. که ما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد الله و رسوله. میگه مانند مسیحی ها نباشید که آمدن گفتن عیسی پسر خداست. مسیحی ها به خاطر دشمنی با عیسی علیه السلام این کارو نکردن، به خاطر محبت بیش از حد کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من بنده الله هستم و رسولش، مانند عیسی ابن مریم که نصارا او را بالاتر از آنچه که بود او را قرار دادن، این کارو نکنید. یا ایها الناس لا ترفعونی فوق قدری فان الله اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا. میگه ای مردم، مرا بالاتر از آنچه که هستم نبرید. من قبل از اینکه پیامبر الهی باشم بنده الله هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مثلا یک تعدادی بودن، دخترکای کوچیکی داشتن، شعر میخواندن، سرود میخواندن. بعد با دف، با دایره. بعد از اون آمدن گفتن که در بین شعراشون که داشتن میخوندن، یهو پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شدن. گفتن که وفینا نبی یعلم فی الغد ما فی الغد، در بین ما پیامبری است که غیب را میداند، یعنی میداند که فردا چه اتفاقی میافتد. همونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بس، لا تقولی هکذا، این گونه نگو. و قولی ما کنتی تقولین، همون شعری که قبلا داشتی میخواندی همون رو بگو. داشتن در مورد شجاعت انصار در جنگ ها داشتن شعر میخوندن، گفتن همونا رو بگید، این گونه نگو. اما امروز جناب رهبر صاحب اونجا بالا نشسته، چمچاش پایین، شروع میکنن در مدح و ستایشش، در حد خدایی میرسانن، همینجا داره در دلش همینطور باغ و گلستان شده، داره کیف میکنه. نباید این گونه باشن. همین شخصیت پرستی، همین رهبر پرستی، همین تنظیم پرستی سبب بدبختی شد در افغانستان. اگر روز اولی که رهبر پا از شریعت و دین و قرآن و سنت فراتر گذاشته بود، مردانی می بودن که در جلوش ایستاد می شدن، می گفتن که چی داری می کنی؟ کجا داری میری؟ حالا روایتش تا چه اندازه درست است، اما این یک واقعیت است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل حق لا یخافون لومة لائم، از ملامت هیچ ملامتگری نمی ترسیدن. که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه داشت میگه صحبت میکرد، گفت که اگر من از راه بیراه شدم، شما مرا به راه بیارید، شما مرا نصیحت کنید، هدایت کنید. کسی بلند شد گفت که والله اگر یک کمی از راه کج بشی، با این شمشیر کج راست میکنه. اما همین شجاعت در بین افراد تنظیم های ما نبود. رهبر تصمیم گرفت با فلان تنظیم بجنگه، عالم دینش، مفتیش، شورای علماش، اعضایش نگفتن که چرا؟ مگر اینا برادران مسلمان ما نیستن؟
اگر خواست در یک منطقه رو بمباران بکنه، راکت باران بکنه، من تنها نمیگم حکمتیار و حزب اسلامی، بعضی این فکر رو نکنن، همشون در این شلغم شوربا همشون دخیل بودن، هر کدامش به اندازه استطاعتش، هیچ کدامش کم نیامد. یکی گفت من 1 کیلو هستم و یکی گفت من 2 کیلو هستم و یکی گفت من 3 کیلو هستم، هیچ کدامشون در مقابل هم دیگه کوتاه نیامدن. سبب چی شد؟ خداوند آمد توسط یک مشت طالبی که هیچ عددی نبودن در موازین نظامی و سیاسی در افغانستان، یک مدرسه، یک الله مطال رحمتش بکنه مولا عمر، یک استاد یک مدرسه، یک ملایی بلند شد با طالبا گلم همه اینا رو جمع کرد. امروز متاسفانه نسل جدید ما فراموش کردن. ما دیدیم، زندگی کردیم که مردم کابل داد می زدن، کفر می گفتن، حتی خدایا بنده نگاه کردن اینطوری است علیاذ بالله می گفتن. از جانشان، از خدا، از پیغمبر، از دین سیر شده بودن. به خاطر چی؟ این طرف هم الله اکبر میزد، اون طرف هم الله اکبر میزد. کیا بودن اینا؟ حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی، حرکت اسلامی، همشون پیرو اخوان المسلمین بودن. زدن، مملکت هم خراب کردن، ملت رو هم تار و مار کردن، هزاران نفر کشته شدن، میلیون ها نفر مهاجر شدن. عظمت جهاد، نتایج جهاد، قربانی ها، شهدا، همه برباد رفت. طالبا آمدن گلم همه‌شان رو جمع کردن. مگر اینا آدم شدن؟ نشدن. همینایی که در پشت کارتاشان نوشته بود رضای خدا هدف ماست، حضرت محمد رهبر ماست، قرآن قانون ماست، جهاد نمیدونم راه ماست، شهادت در راه خدا از بزرگترین آرزوهای ماست، همینا رفتن خودشان رو به کی فروختن؟ به ناتو و با آمریکا. ناتو جان، آمریکا جان، بیا ما را از گیر طالبان نجات بده. مملکت را از دست روسا گرفتن، به دست آمریکایی‌ها و ناتو دادن. اما همون حالا جوانی که نمیدانه، جوانی که خبر نبوده، عذری براش میتراشیم. همین ریش سفیدی که دوران جوانی در کنار همین رهبر بودی، جنایت ها شدیدی، دوران بلوغ در کنار این رهبر بودی، جنایت ها شدیدی، دوران پختگی در کنار این رهبر بودی، جنایت ها شدیدی، دین فروشی، وطن فروشی، همه اینا رو دیدی. امروز ریشت سفید شده، هنوزم دم همین رهبر رو محکم گرفتی. فردا جواب الله سبحانه و تعالی رو چی میدی؟ یک نفر رو در کشتنش، این رهبران جهادی ما، یک نفر رو در کشتنش، اینها ولو به یک کلمه، نه اینکه به دست خودشون کشته باشن، قماندانش کشته باشه، مجاهدینش کشته باشه، ولو با یک اشاره، با یک کلمه در کشتن یک مسلمان شریک باشن، در نزد الله سبحانه و تعالی از نابودی آسمان ها و زمین ها بزرگتر است. اما هنوزم متاسفانه عده‌ای هستن پشت همینا رو گرفتن. والله فردا اگر به طرف جهنم هم بره پشت سرش میرن. تعصب کور کرده مردم رو. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید استاد عزیز. استاد عزیز، من روز سه شنبه زنگ زده بودم، گفتم درباره میراث سوال دارم، باز گفتید روز جمعه زنگ بزنید. بفرمایید. اگر اجازهتان باشد. بفرمایید. استاد عزیز، یک فکر کنید یک خانواده است، پدر مادر 4-5 تا طفل داره یا اولاد داره، یا تمام شارسی میکنن، همش میرن پشت بخت خود. دو تاش سیاسر است، خانم است و دوگاهش پسر است، یا 3-4 تاش پسر است، یکیش خانم است. پدر مادر فوت میکنه و تمام اولادایشون ارثی کردن و خانمی که
از این والدین هستن وقتی که فوت میکنه از پدر خود میراث میبره، ارثی کرده، اولاد داره و خانم فوت میکنه از پدر خود میراث میبره یا خیر؟ چرا نمیبره؟ بله، وقتی کسی عروسی کرده باشه یا عروسی نکرده باشه فرقی نداره، میراث میبره. اگر خانم هم باشه، خانم هم باشه، آیه صریح قرآن کریم است، وللذکری مثل حظ الانثیین، یعنی پسر 2 برابر دختر میراث میبره. متوجه هستید؟ بله استاد. و اگر در زمان از اینکه خود رئیس خانه مرد خانه زنده باشه و یک دخترش فوت کرده باشه، کسی که در پیش روی بله کسی که قبل از پدر فوت میکنه از میراث محروم میشه. ببینید چون میراث حق شخص است. بعضیا فکر میکنن که این ظلم است، حالا مثلا فلانی فوت کرده، فرزنداش موندن، فرزندانش فقیر هستن، چرا اینا نباید میراث بگیرن؟ میراث حق فرزندان اون نیست، میراث حق خودش است. متوجه هستید؟ این طرف وقتی که قبل از فوت پدر، چه فرزند دختر باشه چه پسر باشه، فوت کرده باشه، در این صورت از میراث محروم میشه. من یک سایتی است، این رو در خدمت شما عزیزان قرار میدم، چون علم میراث، همین علم به اصطلاح فرائض که بهش میگن، یکی از علومی است که در آخر الزمان اولین علمی که از بین مسلمان ها غایب میشه همین علم است. متوجه شدید؟ امروز متاسفانه علامات قیامت ظاهر شده. مثلا شما در کل ولایت بگردید، مثلا به طور مثال ولایت پروان بگیم، در کل ولایت پروان بگردید شاید یک نفر پیدا نکنید که بتواند میراث را به شکل درست شرعیش تقسیم بکند. متوجه هستید؟ حالا از علم تکنولوژی استفاده کردن، من آدرسش رو در کامنت ها میگذارم و این رو برای شما عزیزان نشون میدم. صحبت دیگری دارید برادر عزیز؟ زنده و سلامت باشید. تشکر شما. زنده باشید. سلام علیکم. فرزندی اگر ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه، چه دختر باشه چه پسر باشه، وقتی که پدر یا مادر فوت میکند، اینها حقشان را از میراث میگیرن. در این جدول بسیار جالب است. حالا از طریق یعنی صفحاتی که باز میکنید میتونید که این رو ترجمه بکنید. نوع متوافی مثلا ذکر یعنی مرد، پدر فوت کرده، مقدار ترکش مثلا اینجا میگذاریم 1 میلیون افغانی بگیرید، مثلا 50,000 قرض داره، چون قرض باید قبل از تقسیم میراث پرداخته بشه. وصیت کرده؟ نه، وصیت نکرده. مثلا وصیت دیگه داره؟ نداره. آیا همسر داره؟ بله. یا یکی داره یا 2 تا داره یا 3 تا داره یا 4 داره؟ فکر کنین که 1 همسر داره. آیا پدر داره؟ بله، مثلا پدرش هست. آیا مادر داره؟ نه، مثلا مادرش فوت کرده. آیا پدر بزرگ پدری داره؟ نه، نداره. پدر بزرگ مادری داره؟ نه، نداره. پدر هست؟ نه، نیست. آیا مادر پدرش هست؟ نه، نیست. میتونید اینجا بله بگید، میتونید نه بگید. بله. دختر داره؟ بله، مثلا 3 تا دختر داره. و پسر داره؟ بله، مثلا 5 تا پسر داره. همه اینا رو اینجا انتخاب میکنید. بعد از اینکه همه اینا رو انتخاب کردید، اینجا میگه که اگر کسی مرده باشه از جمله وارثینش، اینا رو انتخاب میکنید. بعد مذهب رو انتخاب میکنید، طبق مذهب احناف، طبق مذهب جمهور علما، مالکی، شافعی، حنبلی، احناف استفاده میکنیم. بعد اینجا هم گفته که بعضی از قوانین میراث که در مصر است، در سعودی است، در مغرب است، در جزایر است، در اردن است، در امارات است، در عمان است، در کویت است،
مصر مثلا نزدیکترین قانون میراث به افغانستان محسوب میشه. بعد از اون حساب میکنید اینجا که چطوری باید تقسیم چطوری باشه، تفصیلی باشه، مختصر باشه. ما مختصر شد. بله. به این شکل براتون تقسیم میکنه. کل ترکه که باید تقسیم بشه 950,000 است، چون که 50,000ش رو قرض بود پرداخت شده. به این شکل اینجا تقسیم میشه و تفصیلش هم اگر بخواهید اینجا براتون میاره. این یک سایتی است، به دقت اگر که این رو فرمش رو کامل بکنید انشاءالله میتونید جواب دقیق رو از این سایت دریافت بکنید. البته این سایت ها و این حساب و کتاب ها نمیتونه دقیق باشه مثل کسی که عالم باشه به علم میراث و برای شما بر اساس علمی که داره این رو تقسیم بکنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. خب دوست عزیزمون مشکل اینترنت دارن، مثل اینکه اینترنتشون باز نمیکنه. بیننده پرسیدن که کسی هست در ایران کار میکنه و از اونجا پولش رو از طریق اشخاصی هستن که در مقابل مبلغی پول رو در افغانستان یا جای دیگری برای خانوادهش حواله میکنن. آیا این کار درست است یا نه؟ کار حواله کردن یا وارد کار حواله کردن به شکل شخصیه که حوالات بانکی است که از شرکت هایی است بدون ذکر اسم، شرکت های بین المللی است، در مقابل مبلغی پول شما را از یک کشوری به کشور دیگر انتقال میدن. بعضی بانک ها این کار رو میکنن. فعلا چون مشکل در افغانستان است که بانک های خارجی یا سفت کد در افغانستان بسته است و از طریق بانک نمیشه حواله کرد، بیشتر مردم، بیشتر افغان ها در کشورهای مختلف دنیا از طریق حواله این کار رو میکنن. حواله عبارت از دکانی از طرف مشغول یک تجارتی است، اکثرا همین برنج و روغن فروشی ها این کارا رو انجام میدن، خاروبار فروشی ها. بعد شما میرید در اونجا $1000 میدید، مثلا $10 میگیره، پول شما رو به افغانستان انتقال میده. اونجا میرید مثلا از سرای شاهزاده یا از مارکت های دیگری که در ولایت های دیگر هست پولتون رو از اونجا میگیرید. در اصل این کار اگر مخالفات شرعی درش وجود نداشته باشه هیچ اشکالی نداره. از جمله اینکه شرطش این است که طرف پول رو بگیره و کسی که اونجا باش پول رو میده شریکش هست، همکارش هست یا داد و ستدی با اونها دارن. به هر صورت اگر طبق ضوابط شرعی صورت بگیره و قبض یعنی به دست آوردن پول، تحویل گرفتن پول، مالک شدن پول، این یکی از شروطش هست، در این صورت اشکالی نداره که با اختلاف مبلغ یا در مقابل یک اجرتی این کار رو انجام بده. کلاً یعنی کار حرامی نیست، کار ممنوعی نیست در مقابل نقل دادن پول از جایی به جای دیگر کسی کمیسیونی بگیره یا که اجرتی بگیره. اینو دوست عزیز ما از ایران پرسیده بودن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیزی از ایران پرسیدن که یک دختری را زیاد دوست دارن، دختر خالشون هست، میخوان با او ازدواج کنن، اما پدرش و مادرش و عموش مخالف است، کاکایش یعنی مخالف است، میخوان رو به کسی دیگری بدن. به هر صورت آیا
نوشتن که آیا جایز است که من این رو جادو بکنم، تعویض بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که اگر کسی پیش جادوگری، پیش کاهنی، پیش فالگیری می‌رود و اینایی که این تعویضا رو میدن که مثل تعویض گرم کردن و سرد کردن و جدایی و محبت و اینا جادوگرن. این تعویض شرعی نیست، این رقیه شرعی نیست، اینا جادوگرن. کسی که پیش اینها میره کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، کافر میشه با آن چیزی که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده، اگر بره و پیش اونها و اونها رو تصدیق بکنه. این مسئله دین است برادر عزیز، جای هیچ شوخی هم نیست. کسی که پیش کاهنی، جادوگری، فالبینی، غیبگویی، تعویض نویسی میره، تعویض گرمی و سردی و محبت و طلاق و نکاح و پولدار شدن و فقیر شدن و فلان شدن و همه اینها جزء اعمال جادوگری است و کسی که پیش این افراد بره و اونها را تصدیق بکنه بر آن چیزی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، یعنی بر قرآن کریم، کافر شده است. هرگز این کار جایز نیست. تعویض کردن کسی و اینها اکثرش دروغن. اکثر مثلا همون کسی که شما پیشش میرید زندگی فلاکت بارش رو ببینید، در به در، خاک بسر. یکی بود در یکی از اردوگاه مهاجرین همینطوری تعویض میداد برای مردم. طرف میره میگه والا میخوام فلان دختری رو دوست دارم، میخوام باش ازدواج بکنم، پدرش قبول نمیکنه، تعویض میداد، میگفت که الان دختر خلاص میاد به طرف تو. میرفتم میگفتم کار ندارم، زندگیم خراب است، تعویض میداد. خلاصه این شخص خودش در یک بدبختی و فلاکتی زندگی میکرد، سر وضع بچه‌هاش و زندگیشو میدیدی حالت به هم میخورد. خب همون مسئله معروف هست، میگن کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این اگر که تعویض این به اصطلاح نتیجه میده، خب چه یک تعویضی برای خودش نمینویسه که از آسمان براش یک گنجی بیفته و خلاص زندگیش خوب بشه؟ همه اینا شیادن، همه اینا مکارن، حیله‌گرن، فریبکارن، مردم رو فریب میدن. بعد اگر کسی کارش شد که خلاص دیگه به این ایمان میاره، بعد این طرف میره 1000 تا مشتری دیگه برای این درست میکنه. اگر کسی کارش نشد، بعد میگه تو والا بیا که این جن و شیطانی که طرف داره خیلی قوی است، باید یک کار زوری بکنم که دیگه خلاص پدر طرف رو در میاره، خدا میدونه چقدر پول ازش میگیرن. به هر صورت رفتن پیش اینها جایز نیست و اینها کارهای غیر شرعی است. فقط دم و دعا خواندن، اونم که از آیات قرآنی باشه، دعایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده باشه، و اگر پیش کسی رفتید نام مادرتون رو پرسید، 100% بدانید که جادوگر است. یک عالم متقی و پرهیزگاری که شما را رقیه شرعی میکنه، هیچ وقت از نام پدر و مادرت نمیپرسه، هیچ وقت از امور غیبی نمیپرسه، هیچ وقت از تو نمیپرسه که والا دیروز چی شده بود و پریروز چی شده بود و آینده چه خواهد شد. ابداً آیات رو بر تو میخوانه، میدمه و سلام. زنی پیش مردی میره به نام ملا، دست به سرش بگذاره، دست به بدنش بزنه، نمیدونم با یک آهنی، چاقوی، چیزی، همه اینها جادوگرن. عالم دین، عالم علم شرعی که بخواد رقیه بخوانه، رقیه شرعی بخوانه، هیچ وقت به بدن یک زنی دست نمیزنه، هم زن هم مرد. اینا یک مش فاسق و فاجرن، به ریش و عمامه و عبا و قبا اینا فریب نخورید. انسان‌های شیاد و دروغگویی هستن که مردم رو فریب میدن. و بهترین رقیه شرعی رقیه‌ای است که انسان خودش بر خودش بکنه. ادعونی استجب لکم. بابا جان الله میگه مرا بخوانید شما را اجابت میکنم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اشاره گردن به تو نزدیکتره. بعد تو این پروردگاری به این مهربانی رو ول میکنی، میری اونجا پیش کسی دیگه پولم میدی، یک شیاد فاسق فاجر، دعایش هم بر تو تاثیر نمیکنه، تا علیک خودتو تسکین میدی. به خاطر همین انسان خودش مثلا 7 بار سوره حمد رو، 7 بار معوذتین رو، 7 بار سوره اخلاص رو، 7 بار آیت الکرسی رو، 7 بار 2 آیه آخر سوره بقره رو
اینها رو انسان بخوانه، در یک لیوان آبی بدمه، بنوشه، در یک سطلی بدمید، باش غسل بکنید. روغن زیتون، همین آیات رو، همین سوره ها رو بخوانید، در روغن زیتون بدمید، بدنتون رو باش چرب بکنید، خیلی کم. اینها، همه اینها، چون روغن زیتون روغن مبارکی است و این یک رقیه شرعی است که انسان خودش میتونه برای خودش انجام بده. هیچ نیازی هم نیست پیش کسی دیگه بری. و یقین داشته باشید والله کسی اذکار صبح و شام، اذکار بعد از نمازها رو ترک نکنه، هیچ بیماری روحی و روانی و چشم و نمیدونم جادو و شیطان و ابلیس و هیچ چیزی بر او اثر نمیکنه. همه مشکلات ما از چی است؟ از ترک اذکار است. آیه رو براتون خوندم که صفات مؤمنین چی است؟ که ذکر الله سبحانه و تعالی رو میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله دلها آرام میگیره. امروز این همه استرس، این همه مشکلات، این دپرشن هایی که وجود داره در بین مردم، سببش چی است؟ سببش ترک کردن ذکر الله سبحانه و تعالی است. همونطوری که بدن شما گرسنه میشه، احساس ضعفی به شما دست میده، نمیتونید حرکت بکنید، نمیتونید حرف بزنید، سرتون گیج میره، سرتون درد میگیره، تشنگی، گرسنگی، ضعف جسد برای انسان ایجاد میکنه. ذکر نکردن ضعف روحی برای انسان ایجاد میکنه. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. کسی که از ذکر الله سبحانه و تعالی دوری میکنه، روزگارش تیره و تار میشه، زندگیش تیره و تار میشه. غذا میخوری، جسمت قوت میگیره، نشیط میشی، چشمات باز میشه، همه چیز درست میبینی. ذکر بکنی، روحت سر حال میشه، شاداب میشه، همه این مشکلات و استرس هایی که داری برطرف میشه. امروز اگر شما پیش یک به اصطلاح کسایی که امراض روحی روانی رو مداوا میکنن، میری مثلا $100، $50، $200، $300 ویزیت میدی، میری پیش دکتر، آب به تو چی میگه؟ میگه فکر خوب بکن، لبخند بزن. الله سبحانه و تعالی به تو مفت مجانی میگه فکر خوب بکن، سبحان الله بگو. مثلا ذکری هست، وقتی که این ذکر رو انسان خواستم، وقتی که این رو میخونم، یعنی فکر میکنم که همه این کائنات، همه این کهکشان ها، همه این آسمان ها و زمین، همه اینها مخلوقاتی هستند در پیشگاه الله سبحانه و تعالی و این پروردگاری که من بهش اعتقاد دارم، ایمان دارم، یقین دارم، باور دارم، اگر نخواد اینا هیچ ضرری نمیتونن به من بزنن. چهار کلمه ذکر است. این ذکرها رو انسان اگر انجام بده، الله اکبر و کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا، سبحان الله و بحمده عدد خلقه و زینت عرشه و مداد کلماته. این ذکر، ببین عظمت این ذکر رو، پاک و منزه است الله سبحانه و تعالی به اندازه همه مخلوقاتش، به اندازه سنگینی عرشش. و به اندازه مدادهایی که کلمات الله سبحانه و تعالی رو می نویسه. این ذکرهای عظیم و بزرگ رو شما انجام بدید، اگر احساس آرامش و اطمینان و رضایت از زندگی به دست نداد، با یقین اما و هیچ وقت ترکش نکنید. باور کنید اون روز در مورد اذکار بعد از نماز صحبت می‌کردم، یک دوستی همون روز کامنت داده بود استاد بیکاری ما بعد از هر نماز بشینیم ذکر، پس کار کی بکنیم، زندگی کی بکنیم؟ بابا جان، بعد از نماز صبح همه این ذکرهایی که در سنت صحیح ثابت شده رو شما بخونید 10 دقیقه وقت نمیگیره. 10 دقیقه بعد از صبح،
10 دقیقه بعد از ظهر، 10 دقیقه بعد از عصر، 10 دقیقه بعد از مغرب، 10 دقیقه بعد، کلا میشه 50 دقیقه. در 24 ساعت 50 دقیقه رو برای الله سبحانه و تعالی اختصاص میدی تو، و موفقیت تو، کامیابی تو، آرامش تو در گرو الله سبحانه و تعالی است. الله نخواد در هیچ جایی از زندگی خود موفق نمیشی. آیا ارزش اینو نداره که ما در 24 ساعت 1 ساعت رو به الله اختصاص بدیم سبحانه و تعالی؟ بیننده ای نوشتن که آیا میشه به کافر سلام داد یا جواب سلام کافر رو داد؟ سنت صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که ایشان میفرمایند لا تبدأ الیهود و النصارى بالسلام، شما پیش دستی نکنید در سلام دادن به یهود و نصارا. این از عزت مؤمن است که پیش دستی نکنه در سلام دادن به اونها. اما اگر یکی از اونها آمد به شما مثلا گفت صبح بخیر، جوابشو بدید صبح شما بخیر. good morning good morning، good evening good evening، هیچ مشکلی نیست، جوابشو بدید. شب شما بخیر، عصر شما بخیر، روز شما بخیر، جوابشو بدید. اگر به زبان عربی طبق، چون بعضی از کفار عادت دارن دیدن شما مسلمانید دوست دارن و این از خوبیشان هست، یعنی بعضیاشون از نگاه اخلاقی انسانهای خوش اخلاقی هستن، خوش برخوردی هستن، به شما میگه السلام علیکم و رحمت الله، در جوابش و علیکم، نمیگید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوان، نه، علیکم، خلاص. اگر جایی مجبور شدید که باید سلام بدین، السلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسی که از هدایت پیروی بکند. این از طریقی که در سنت ذکر شده در سلام دادن یا جواب سلام به کفار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی بسیار خوشحال هستم، خوشوقت هستم از اینکه به تماس شدم همراهتان و خواستم یک تشکر ویژه، یک تشکر خاص داشته باشم. من 56 سال عمرم است، تقریبا 9 سال در ایران بودم، 2 سال من در پاکستان بودم، 5 سال در روسیه بودیم و فعلا هم در امریکا هستم و مدت 2 سال میشه که برنامه‌تان رو تعقیب میکنم و باور کنید که اقدر تاثیرگذار بوده صحبت‌های شما، کلام شما و واضح ساختین، روشن ساختین و باور کنید که همه چیز برای من، گرچه بدون نمازهای عید نبودیم، بدون نمازهای جمعه نبودیم، بدون خطبه ها نبودیم، ولی تاثیرگذاری که من از کلام شما دیدم واقعا جای تشکر داره. دیگه من میگم در کلامتان، در تقوایتان، در فصاحت و بلاغتان از خداوند من خیر و برکت میخوایم. دیگه وقت بیننده رو نگیرم، دیگه واقعا باعث افتخارم هستیم استاد انصاری. سلامت باشین برادر عزیز، بزرگوار هستین. این لطف الله سبحانه و تعالی است و هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است. ما فقط وظیفمون رو انجام میدیم برادر عزیز. یک جهان ممنون. سلامت باشید. تشکر از شما. قربان شما. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و بزرگوار. این بیننده عزیز ما که 4 شماره اخیرشان از ایران 9023 است، شما مشکل اینترنت دارید. الان من اوکی کردم تماس شما را و شما بارها تماس گرفتید امروز، اما وصل نمیشه، مشکل اینترنت دارید.
بیننده عزیزی نوشتن که چرا اسلام را دین پدرسالی معرفی کردن و اسلام را جاده یک طرفه. آیا این صحیح است؟ برادر عزیز صحیح نیست. اینکه کسی بیاد دین رو بر اساس هوا و هوس خودش تحریف بکنه اون مهم نیست. دین بر اساس قرآن و حدیث برای ما تفسیر میشه، نه پدر سالاری است، نه مادر سالاری است، نه مرد سالاری است، نه زن سالاری است. اینجا در اسلام توحید سالاری است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس را نیافریدیم مگر اینکه الله را عبادت کنند. تفسیرش چی است؟ لیوحدون، یعنی الله را به یگانگی بپرستند، عبادت بکنند. و عبادت هم این نیست که بعد فیلم تا کلمه عبادت شنیدی یعنی برو گوشه مسجد بشین فقط نماز بخوان. کارت عبادت است، خوابت عبادت است، تربیت فرزندانت عبادت است، خدمت خلق عبادت است. تو می توانی همه زندگی خودت را تبدیل به عبادت بکنی. و اینو بارها توضیح دادم که به طور مثال شما از خونه بلند شدید، رفتید بیرون، در یک دفتری کار کردید، از این دفتر یا از این شرکت یا از این مؤسسه شما ماهانه $1000 حقوق میگیرید. وقتی که از خانه خارج شدی، بسم الله توکلنا علی الله، بسم الله خرجنا علی ربنا توکلنا، این دعایی که خارج از خانه میشی اینا رو میخونی. بعد این بار الها من به این کار میرم، درست است که اینجا به من حقوق میدن اما هدفم خدمت به خلق الله سبحانه و تعالی است. هدفم این است که انسان ها رو، مسلمان ها رو، انسان عموما، یعنی شرط نیست که حتما مسلمان رو تاثیر، انسان رو از خودم راضی بکنم و به اونها خدمت بکنم. میری در اونجا، مثلا من یک مراجعی هستم، اومدم پیش تو، یک مشکلی دارم. بعضی از اینا دیدی، بعضی کارمندا تو میری مثلا یک دوسیه رو میگذاری، والا اینت کم است، این ورق رو نداری، این نمیشه، حالا حوصله کار رو نداره، 10 تا بهانه میگیره، شما رو میگه برو فردا بیا، در حالی که میتونه همون رو انجام بده. از نگاه قانونی مشکلی هم نداره. حالا یک برگه کم بود، ناقص بود، یا اصلش نبود، فتوکاپیش بود. این نه، این میاد با خوش برخوردی، خوبه، بفرمایید بشینید، چشم، حتما کارتون رو انجام میدم، کار شما رو انجام میده. ببینید همین انسان، همین برخوردش، همین اخلاقش، همین تبسمی که برای شما کرده، اون روز زندگی شما رو از این رو به این رو میکنه. سبب میشه که شما با 10 نفر دیگه که برخورد کردید در اون روز خوش اخلاق باشید باش، چون این روز شما با این شخص خوش اخلاق شروع شده. از اون طرف اون تبسمی که به طرف شما کرده، ابتسامتک فی وجه اخیک صدقه، به خاطر لبخندش یک صدقه گرفته. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. کسی که مشکل برادر مسلمانش حل کرد، الله مشکلش رو حل میکنه. عبادتی رو انجام داده، دستور الله و رسول رو پیروی کرده. این طرف برمیگرده خونه، حقوقشو گرفت، حقوق مادیشو از شرکت میگیره، اما از لحظه‌ای که از خانه خارج شده تا لحظه‌ای که خانه وارد شده، مثل کسی که در مسجدی رفته از 8 صبح تا 8 شب نماز خونده. هر دو عبادت کردن. شاید هم درجه عبادت این، ثواب عبادت این پیش الله سبحانه و تعالی بیشتر از اون نمازهای نفلی باشه که اون طرف خوانده. چه کرد؟ زندگیش رو تبدیل به عبادت کرد. شب اومد خونه خوابید. بارالله غذامو خوردم، با فرزندانم صحبت کردم، اونا رو تربیت صحیح کردم، نصیحتشون کردم، باشون کمی یعنی شوخی کردم تو خونه. همین که شما با فرزندانتون میشینید در خونه شوخی میکنید، باشون بازی میکنید، همین خودش عبادت است. خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. پیامبر صلی الله بهترین شما کسی است که بهترین باشد برای اهلش، خانوادهش، و من بهترین شما هستم برای خانواده‌ام. بعضی از ما در داخل خانواده عبوسن قمطری را، نمرود ابن شداد بیرون از خانه که آمد، شیخ الاسلام، متاسفانه ما داریم، این در جامعه ما خیلی زیاد است. سرشو میگذاره میخوابه تا نماز صبح، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت. همه این ساعتهای خوابش عبادت است، در نامه اعمالش به عنوان عبادت براش نوشته میشه. بیایید زندگیمون رو تبدیل به عبادت بکنیم. قل ان صلاتی
و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو ای محمد، بگو که انسان‌های مؤمن این گونه زندگی بکنن که نماز من، روزه من، زکات من، حج من، زندگی و مرگ من همش برای الله سبحانه و تعالی است. انسان میتونه زندگی خودش رو تبدیل به عبادت بکنه، همه اعمالش رو میتونه تبدیل به عبادت بکنه. تنهایی نیست که بری در گوشه ای از مسجد بشینی. و زندگی رو تبدیل به عبادت کردن بستگی به چی داره؟ به نیت انسان داره. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. هر عمل انسان به نیت انسان بستگی داره و هر کسی که هر چی که نیت بکنه بر اساس نیتش الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ بهش پاداش میده. من در رابطه تماس های شما عزیزان بعضی از سوالاتی رو که از طریق واتساپ عزیزان برای ما فرستادن جواب میدم. شخصی نوشته که آدم بی سوادی هستند و همسایهشون به الله و رسول و مقدسات دشنام میدهد. در مورد این شخص باید چی کار بکنیم؟ مهمترین کاری که شما میتونید بکنید حفظ آرامش و احترام است. آرامشتون حفظ بکنید. بعضی ها هستن، یک دوستی بود قصه میکرد، میگفت که کارگر افغانی ایران رفته بود اونجا در بین شیعه کار میکرده در جایی، اونو بعضا تومر توهین کردن. بعد این اومده خونه به دوستش گفته که امروز بعضا تومر توهین کردن، منم دلم از سر حضرت علیشون خالی کردم. خب این غلط است. حضرت علی همان اندازه‌ای که اونها دوست دارن میلیون برابر بیشتر ما دوستش داریم. سیدنا حیدر کرار علی ابن ابی طالب امیر مومنان رضی الله تعالی عنه. در مقابل دشنام نباید دشنام داد، در مقابل توهین نباید توهین کرد. آرامشتون حفظ کنید. مادامی که علم ندارید که باش بحث بکنید. علم دارید بحث بکنید باش، دلیل بیارید از قرآن، از حدیث. پر از قرآن کریم. السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوان. بزرگترین دلیلی بر ستایش الله سبحانه و تعالی از ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار. دلایل زیادی است انسان میتونه در مورد. بهترین کاری که شما میتونید بکنید وقتی علم ندارید بحث بکنید، احترام، آرامش. دوم، دعا بکنید براش، دعا هدایت بکنید. و کاری است که ما هیچ وقت با دشمنامون نمی کنیم، با مخالفینمون نمی کنیم. همیشه خدا برش داره، خدا لعنتش کنه، خدا از بینش ببره، خدا فلانش کنه، این کنه، اون بکنه. و من در یک برنامه در مورد رفتار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین که الله متعال در سوره کهف، امروزم روز جمعه است، حتما سوره کهف رو دوستان خوندن. در اینجا الله سبحانه و تعالی پیامبر رو مخاطب قرار میگه فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. میخوایی که به خاطر اینکه اینها ایمان نمی آورند، هدایت نمیشن، قرآن رو قبول نمیکنن، میخوای خودتو بکشی ای محمد؟ یعنی چی؟ پیامبر انقدر هرس میخورد، انقدر زحمت میکشید، انقدر به دنبال اینها میرفت، نصیحتشون میکرد. چرا؟ میگفت که اگر یکی از اینها هدایت بشه به دست من، لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر الله متعال به دست کسی را هدایت کنه بهتر است برای تو از شتران سرخمو. از بس که حرص داشت پیامبر در هدایت اینها، تلاش میکرد، زحمت میکشید، الله میگه میخوای خودتو بکشی ای محمد که اینها به قرآن ایمان نمی آورن؟ رحم کن به خودت. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو اونها رو فقط نصیحت کن، تذکر بده، تو بر اونها سیطره نداری، تو مالک قلب‌های اونها که نیستی. انک لا تهدی من احببت
ولکن الله یهدی من یشاء. تو نمیتونی کسی رو که دوست داری هدایت بکنی، الله کسی رو که دوست داشته باشه هدایت میکنه. این همه این پیامبر ما حرص داشت، تلاش میکرد که مردم امروز ما چی است؟ خدا بگیردشون، خدا تیکه پارشون بکنه، خدا از بینشون ببره. راحت ترین کاری که پیرزنا میتونن در خونه انجام بدن ما هم انجام بدیم، فقط بد بکنیم. آیا وظیفه ما این است که مردم رو دسته دسته به جهنم بفرستیم؟ وظیفه ما نصیحت است، وظیفه ما نجات است. وظیفه ما نجات دادن مردم از آتش جهنم است، نه فرستادن مردم به جهنم. و سعی بکنید مثلا اگر عالمی هست، دعوتگری هست، میشناسید، این طرف رو با اون روبرو بکنید یا از او کمک بگیرید یا یک کتابی، یک چیزی بهش هدیه بدید. امروز چقدر زیاد است در اینترنت. سایت قلم دوستان اگر که آدرسش رو بتونن بنویسن، در این سایت شما برید، بیش از 1500 کتاب است. یک کتاب و لینکش رو براش بفرست در واتساپ، بگو این کتاب رو بخون، در مورد صحابه، در مورد اهل بیت، در مورد اسلام. و در بعضی جاها، در بعضی از کشورها اگر دیدید با همه این مسائل اصلاح نشد، حتی میتونید به مراجع قضایی شکایت بکنید ازش. طبیعتا مثلا در ایران شما برید شکایت بکنید که فلانی به حضرت عمر توهین کرده، کسی حرفتون رو گوش نمیده، که تازه بهتون میگه که خوب کرده که توهین کرده. اما در بعضی از کشورها میشه به مراجع قانونی شکایت کرد. بیننده عزیزی از افغانستان نوشتن که خلاصه خیلی دلشون درد کرده، در میگه گیج شدیم، چه قسم علما هستن، یکی فتوا میده، دیگری ضدش فتوا میده، یکی هم پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستن. انقدر جنجال در میدیا است که بیخی دل مردم را از دین بد کردن. یکی در مورد یک چیز فتوا میده، دیگریش میاد او را رد میکند، یکی یک موضوع را بیان میکنه و دیگریش او را حتی تکفیر میکند. استاد لطف نموده کمی روشن. ببینید برادر عزیز، شما مأمور نیستید که در اختلافات علما وارد بشید. شما مأمور بر این هستید که در مسائل اعتقادی، در مسائل توحید و شرک اینا انسان از کسی تقلید نمیکنه. قرآن و سنت واضح هست در این مسائل. در مسائل فقهی، در فروع فقهی، در این مسائل حالا مثلا اصل بر این است که نماز فرض است، نمازتون رو میخوانید. یکی میاد میگه دست زیر ناف بگیر، یکی میگه سر ناف بگیر، یکی میگه بالای ناف بگیر، یکی میاد میگه روی سینه بگیر. هر کدومش که دوست داری شما بگیر. مهم این است که نماز بخوانی، مهم این نیست که دست در کجا بگیری. بعضی از ماها مشکل ما این است که اصل رو فراموش کردیم، چسبیدیم به مسائلی که اصلا تأثیری نداره در اصل. چند روز پیش مثلا ایام حج بود، شاید بعضی از تصاویر رو دیده باشید، بعضی از دشمنا یا بعضی از دوستان نادان عمدن این چیزها رو میگیرن نشر میکنن. ببینید این اسلام است. طرف زن خودش رو در بین 40 تا 50 تا مرد انداخته، رفته حجر الاسود رو بوسیده، بعد از اون 40 50 مرد اینو سر دست گرفتن از بین جمعیت کشیدن بیرون. این در کجای اسلام آمده؟ مشکل در فهم است. بوسیدن حجر الاسود سنت است، سلام دادن از راه دور واجب است. طرف واجب رو ترک کرده، مرتکب هر جسمت به جسم هر مردی که تماس برقرار میکنه برای تو یک گناه کبیره نوشته میشه. به خاطر یک سنت، یک نفل، میره خودش رو به بدن 50-60 تا مرد نامحرم میزنه. آی چی کار کردی؟ من حجر الاسود، خاک تو سرت با اون بوسیدن حجر الاسودت. چرا؟ بعضی از مردم فکر میکنن که اصلا فرض و واجب رو ترک میکنن، مرتکب گناه کبیره هم میشن تا که بیان یک نفل رو انجام بدن. این فهم غلط دین است. طرف نماز تراویح رو در 3 شب ختم میکنه، 10 جزء قرآن رو در یک شب میخوانه، بعد از اون میخوابه، نماز صبحش رو قضا میکنه. این طرف رو باید نگرش داد، خوب یک چند تا سیلی به این زد، بابا جان تو دین رو کج فهمیدی.
تو فرض رو ترک میکنی به خاطر مستحب، به خاطر سنت. این کدام دین است؟ اصلا وارونه شده دین در بین ما. مثلا گذاشتن کلاه در سر جز آداب است، نه سنت است، نه نفل است، نه مستحب است، جز آداب است. گذاشتی خوب، نذاشتی هیچ. در نماز پوشاندن سر در نماز نه فرض است، نه واجب است، نه سنت مؤکده است، نه سنت است، جز آداب است. گذاشتی خوب، نذاشتی هیچ. شما سر لچ وارد مسجد شو، چنان نگاه میکنن به طرفت که انگار فرعون رو دیدن. همین مردم اگر تو رو ببینن که در بیرون یک انسانی رو اذیت میکنی، مرتکب زنا میشی، مرتکب دزدی میشی، مرتکب اعمال زشت میشی، همین انسان هیچ عکس العملی به تو نشان نمیداد. چرا؟ چون دین رو سرچپه فهمیده. این خیلی مشکل است که ما این رو در زندگیمون پیاده بکنیم که مراتب دین و مراتب عبادات رو انجام بدیم، به خاطر انجام دادن نفلی مرتکب یک معصیتی نشویم. دوست عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا انصاری شما هستی؟ بله بفرمایید. سوالی من چنین است. آقا انصاری، من از ملت تاجیکستان هستم. بسیار خوب. سوال من این است که در تاجیکستان ما حافظان کل قرآن بسیار هستن و حتی حافظان هستن که خوش صدا هم هستن. درست. سوالی من این است که آیا در تاجیکستان ما که اگر 70 یا 90% هم که حافظی کل قرآن باشن و صداهای خوب هم دارن و قرآن بسیار زیبا تلاوت میکنن، اما از معنا و مفهوم آیات ها و احکام قرآن خبر ندارن. 70-90%شون آگاه نیستن. آیا در این موقع حافظونه که مثلا قرآن هم حفظ میکنن اما از معنا و مضمون و از منطق و از احکام، حتی از احکام تلاوت آگاهی ندارن، اون درجه یا که ثواب اون درجه به خود میگیرن یا نه؟ سوال عملا این است. خب سوال دوم اینجاست که این سوال اول هم بود. سوال دوم که اگر کسی با صحابگان کرام مثل مثلا خلفای راشدین رضی الله عنهم، عمر یا ابوبکر یا عثمان یا علی رضی الله عنهم اگر فحش بگیرد یا که سود بگیرد، آیا مرتد می شود این انسان یا نه؟ یا که از زوجه های پیغمبر کسی را اگر سود گوید، دشنام گوید، مرتد می شود یا نه؟ التماس داریم که بر دو سوال ما جواب دهید. چشم حتما انشاء. سلام ورحمت الله و برکاته. من بارها در حتی بعضی از جوانهای تاجیک رو آورده بودن پیش من که قرآن رو حفظ هستن، به قرائات مختلف قرآن رو حفظ کردن و به تلاوت قرآن به خوش صدایی به چیزا خیلی اهمیت میدن. این یکی از مصیبت هایی است که متاسفانه ما در آخر الزمان دچار اون میشیم که مردم به جای اینکه به علم توجه بکنن یا به فهم توجه بکنن، به مظاهر بیشتر توجه میکنن. مثلا در مورد مساجد یک وقتی جایی بود که در اونجا لشکرها برای جهاد آماده میشد، مثل پارلمان امروز جایی بود که در اونجا مؤمنین جمع میشدن در امور مهم مملکت و مسلمان ها در اونجا با هم مشوره میکردن و
همین مساجد امروزه میبینیم که چقدر زیبا شده، چقدر چراغان شده، چه فرش‌های گرانبهایی درش انداختن، چه تزییناتی کردن. و این از علامات قیامت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند از علامات قیامت این است که مساجد تزیین می شود. این به این معنی نیست که ما مساجدمان رو تزیین نکنیم، اما اسراف در تزیین. امروز مثلا در یک منطقه فقیر نشین ببینید یک مسجدی درست میشه، در این مسجد $1,000,000 خرج میشه. در اطراف این مسجد مردمی هستن که نان شب و روزشان رو ندارن و این مسجد رو میشه با $100,000 هم درست کرد، با $50,000 هم درست کرد. سقف عادی داشته باشه. این گنبد با نقش و نگاری رو که درست کردی چی به درد میخوره؟ چون یکی از علامات قیامت این است که مردم به مظاهر بیشتر اهمیت میدن و به معنویت اهمیت نمیدن یا معنویت کم رنگ میشه. از جمله علامات قیامت این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث صحیح میفرمایند که این حدیث رو من برای شما عزیزان پیدا بکنم نصش رو. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند که سیأتی علی الناس زمان تکثر فیه القراء، زمانی بر شما میآید که قاریان قرآن زیاد میشوند. البته قاریان قرآن تنها در اینجا منظور کسی که قرآن را حفظ کردن نیست، چون قرآن ذکر نشده، در قرا ذکر شده. قرا رو علما به این تفسیر میکنن که هم قاریان قرآن شامل میشن، هم کسانی خطبا سر منبر میره چنان صحبت میکنه که کیف میکنن مردم. بعد در یک مسجدی بود یک عالمی 1 ساعتی داد زد، آیه گفت، حدیث گفت، اما داد زد. بعد از نماز که اومدیم بیرون، یک برادری مسلمانی اونجا نماز میخوند، گفت والا عجب عالمی بود. کسی که کنارش بود گفت که چطور فهمیدی که عالم خوبی بود؟ گفت والا گفت 1 ساعت حرف زد، گفت هیچ نفهمیدم چی گفت. سیأتی علی الناس زمان تکثر فیه القراء، قراء زیاد میشن، قاریان قرآن زیاد میشن. و یقل فیه الفقهاء، انسانهای فقیه دانشمند کم میشن. یقبض العلم، علم از بین مردم برداشته میشه. و یکثر الحرج، حرج و مرج در بین مردم زیاد، هر کس هر چیز میگه. مثل سوال برادری که قبلا پرسیده بودن، یکی حرف میزنه، دیگری اینو رد میکنه، این اونو رد میکنه. قالوا وما الحرج یا رسول الله، یه حرج چی است؟ قال القتل بینکم، کشت و کشتار در بینتون. ثم یأتی بعد ذلك زمان یقرأ القرآن، بعد از این زمانی میاد که حالا یک زمانی بود که قاری قرآن زیاد میشه، بعد از اون زمان دیگری میاد که هم قاری زیاد میشن و هم بعد ذلك زمان یقرأ القرآن، قرآن خوانده میشه، مجلس ها درست میشه، یکی اون بالا نشسته و الشمس و ضحاها، و مردم همه الله 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 یا الله سبحان الله. بپرس که معنی و الشمس و ضحاها چه معنی است؟ نمیفهمه. بعد ذلك زمان یقرأ القرآن، رجال، مردان این قرآن رو میخوانن، لا یجاوز تراقیهم، یعنی از این گلوشان پایین نمیره. یعنی چی؟ یعنی کنایه از این است که فقط صدای خوب دارن، این قرآن تأثیری در بدنشان ندارد. ریش تراشیده، سبیل تراشیده، چنان قرآن تلاوت میکند که کیف میکنی. اگه شکلشو نبینی میگی که این فرشته است، این چقدر زیبا میخوانه. لا یجاوز تراقیهم، از گلوگاشون پایین نمیره. ثم یأتی بعد ذلك زمان یجادل المنافق الكافر المشرك بالله
المؤمن بمثل ما یقول. بعد از اون میگه زمانی میاد که مجادله میکنه با انسان مؤمن کافر و مشرک به الله به همون روشی که مسلمان ها صحبت میکنه. الان امروز ببینید طرف میاد به الله و رسول ایمان نداره، اما دلیل بر علیه توحید و یکتاپرستی و دین از قرآن و سنت برای تو میاره. یا کسایی که به نام نواندیشان و دیگر اندیشان و فلان اندیشان، تاریک اندیشان، روشنفکران، قرآن کریم رو چنان تفسیر و تعبیر میکنه برات که کیف بکنی. و عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگه که کثرت القراء و قلت الفقهاء علامت علی قلب الموازین و اختلال الامور. یکی این که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن قرا زیاد میشن، فقها و علما و دانشمندان کم میشن، دلیل بر این است که موازین به هم میخوره و دگرگونی در امور مردم ایجاد میشه. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که صحابه میفرمایند، عبدالله ابن مسعود ابو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه میفرماید که یک وقتی میاد که مردم میان دچار فتنه میشن و انسانهای کوچیک، انسانهای بی ارزش حرفای بزرگ میزنن. بعد این تبدیل به یک سنتی میشه در بین مردم و سنت پیامبر تغییر میکنه. کسی پرسید متى ذلك یا ابا عبدالرحمن، ای عبدالله ابن مسعود ابا عبدالرحمن، این اتفاق کی میفته؟ میفرماید که اذا کثرت قراءکم، وقتی قاریانتون زیاد میشن، و قلت فقهاءکم، فقیهانتون دانشمندانتون کم شون، و کثرت امراءکم، امیرانتون زیاد میشن. ما در افغانستان 7 تا تنظیم سنی داشتیم، 12 تا تنظیم شیعه داشتیم، هر کدام برای خودش یک امیر داشت. و التمست الدنیا بعمل الاخره، دنیا رو مردم به جای آخرت میچسبن، هدف دنیاست. این قاری که میاد اونجا دانشو کج و موج میکنه برای تو میخوانه، هم کیف میکنن، الله الله میگن، بعد از اینکه قرائتش تموم شد پاکت میگیره. در ایران پاکت اصلا، در افغانستان نمیدونم چه اصطلاحی استفاده میکنن. مفت که نمیخوانه، دینش رو در مقابل بهای اندک میفروشه. در روایت دیگری صحابه میگه که این بدبختی ها و فتنه ها در بین مسلمان ها وقتی میشه که اذا ذهبت علماؤکم، وقتی که علمای شما میرن، از بین میرن، و کثرت جهالکم، جاهلان در بین شما زیاد میشن، و کثرت قراءکم، و قاریان قرآن زیاد میشن، و قلت امناؤکم، انسانهای امین و درستکار کم میشن، و التمست الدنیا بعمل الاخره، و مردم به جای آخرت در پی دنیا میگردن. به هر صورت اینا از جمله علائمی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. در حدیث دیگری است، اینم برای شما بگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری است میفرمایند که ان الله عز وجل لا یقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، یک دفعه علم رو از بین مردم که بر نمیداره، لکن یقبض العلم بقبض العلماء، تک تک علما از بین میرن. مثلا شما 10 سال پیش رو، 15 سال پیش رو، 20 سال پیش رو تصور بکنید چه علمای بزرگی بودن در جهان اسلام. حکام، امرا، پادشاه ازشون میترسیدن. امروز یکی به من نشون بدید، یکی هم نداریم در بین ما. همه شدن نوکر و بلهم با او را در نزد طواغیت. حتی اذا لم یبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، بعد از اینکه عالمی در بین مردم باقی نماند، مردم چیکار میکنن؟ میرن انسانهای جاهل رو به جای علما از اونها پیروی میکنن. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، از اونها میرن سوال میپرسن، اونا هم بدون علم پاسخ میدن. فضلوا، گمراه شدن خودشون، و اضلوا، گمراه کردن کسایی رو که به اونها فتوا دادن.
هر دو طرف گمراه شد، هم عالم گمراه، هم کسی که از او پرسیده گمراه. این از علامات قیامت هست برادر عزیز بزرگوار که مردم بیشتر به صدای خوب و به حفظ قرآن علاقه مندن. طرف اومده بود 7 قرائت رو فرزندش حفظ داشت، همینجا پیش ما اومدن در دفتر کانال. خب معنی قرآن رو میفهمه؟ نه. تفسیر قرآن خوانده؟ نه. زبان عربی بلده؟ نه. از کتاب‌های سنت چیزی رو خوانده؟ نه. حتی خوششون هم نیامد. اما گفتم این چی به درد میخوره که طرف 7 قرائت قرآن رو حفظ کرده باشه و از معانی قرآن اطلاع نداشته باشه. صحابه قرآن رو یاد میگرفتن، حفظ میکردن، یک آیه رو یاد میگرفتن، حفظ میکردن، بهش عمل میکردن، بعد از اون آیه دیگری رو. چون تو وقتی که قرآن رو حفظ میکنی این حجتی است بر تو. فردا پیش الله سبحانه و تعالی الله متعال میپرسه تو که کتاب من رو کامل حفظ کردی آیا به آیاتش عمل کردی یا نکردی؟ پس حفظ کردن بدون عمل کردن فایده ای نداره. مجالس قرآن برگزار کردن که تأثیری در سامعین، در کسانی که شرکت میکنن نداشته باشه فایده ای نداره. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نصیب بکنه. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني